جی زنگ میزنی خواهی مالی میکنی ما رو آشتی بده به لیتو. مادر جنده به خودم زنگ بزن. خب بکون دلاشی تو خرج یه روزت مادر جنده خرج فیت منه کسکش. تو اصلا خودت پول داری با من فیت بدی کونی کسنه. من روزی 7 تومن در میارم. خیلی گفتن نداره من آقای هزینه نیستم بیام بگم انقدر در آوردم. اما اندازه فاکین ننتو ببرم اسپانیا بیارم روزی در میارم. آخه جنده. اینم از این. لیستتونم تو راهه. همه حقایق رو فاش میکنم. سامیلو رو که اکون میکنم اون جنده موشکو رو. جی به من گفت سامیلو رو دیس نکن. اون همه بیشتر میکنم. از جی هم اسخایی میکنم. از بچه ها به ازاد اسخایی میکنم. ببین بین من و این 3 تا لزبیانه. من این 3 تا لزبیان رو ببین اکون میکنم. خب چرا؟ چون کسشر میگه یارو مادرجی. تو خایمال من خایمال تو هم آخه خار کن. 7 میلیون من روزی جابجا میکنم. تو 7 میلیون در میاری. تو بار کیلویی جابجا میکنی. تو اومده بودی تو نسق یه گنج بودی کسکش. تهران اومده بودی. تهران مادولی هروئینی. حالا نباید یه سری چیزا رو بگم. آرتا که شاید قرص هروئین استیفی کردی کونی. اینا رو باید بگم عملی کچل. باز ما کوکائین میزنی. حالا این کاری ندارم ببینش. یکی دیگه آرتا رو دستشو گرفتی. مادر جنده اولین باری که اون آهنگ اشغال خوندم با فالوورات هم من 2000 تا کمتر بود. کله اولین باری که کسکش آرتا رو دیدی تو استودیو تو و سینا فریاد خایفن شده بودید. میگفتی بیا با ما گروه بزن. یادت نمیاد؟ حالا اون خایای آرتا نشد رفتی خایای جی رو گرفتی. خایست دیگه فرق نمیکنه که. بیا اینجا دیگه آرتا میگن آرتا رو بیار. چی بگم؟ هیچی نگو ببین کسکشا آخه کسچر میگه. خب تو همونی بودی که خایمانی میکردی آرتا رو این ترکم بخون. تو برگشتی ترک اون چی بود؟ فروخ به اون کمپانیه. فراموش خواب ناموسم نده کاری نداره که کیرم تو کس زنه خاندانت مادر جنده. تمام ناموس اول آخرتو گاییدم. چیزی نیستش 2000 نفرم دارم میگم کیرم تو کس من. اوکیه این هم یه لایو واسط ما آیفون خرج یه شرم قیمت فیت با تو موهاتم یکی بود یکی نبود دیگه گنده در اومد باید 3 پیزود بری همون. برو نمیدونم تو کدوم دستشویی الان یاد کی داری جغ میزنی. خداحافظ.